یکی از زندانیان سیاسی عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قیامالدین عوض که تا سپتامبر سال 2015 ریاست بخش شهری این حزب را به دوش داشت، در مؤسسه اصلاحاتی 3/2 شهر وحدت زیر شکنجه شدید قرار دارد. طبق اطلاع منبع پیام، قیامالدین عوض را در اتاق جریموی یعنی شیزا جا کرده اند و آنجا از هر طرف شکنجه می شود و لط و کوب می گردد. برایش داروهایش را نمی دهند. قبول خوراک و واخوری با پیوندانش منع شده است. قیامالدین عوض از بیماری چشم رنج می برد و در صورت بزودی نگرفتن طبابت امکانی از دست دادن بیناییش وجود دارد، اما به او اجازه طبابت داده نمی شود. همچنین از زمان حوادث خونبار زندان کرپیشنی تا هنوز قیامالدین عوض نتوانسته با خانواده اش ملاقات کند. او را حالا با سبب نامعلومی در اتاق جریموی جا کردند و خوراک برده پیوندانش را هم قبول نمی کنند. و ما میسر نشد که با خانواده قیامالدین عوض تماس گیریم. قبلا منبع پیام درباره یک عصیان خرد دیگر در هفته گذشته در این زندان خبر داده بود. آن بدون استفاده از سلاح پخش گردیده، اما چند نفر جراحت برداشتند، از جمله انگشتان دست عضو دیگری ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روزنامه‌نگار عبدالقهار دولت شکستند.